السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز و گرامی، قسمت سوم مسئله خود را که البته مسئله تأمین بالجهر یا به خفیه باید گفته شود چگونه، ما مدعای خود را پیش کرده بودیم در دروس قبلی و همچنان بعضی از ادله هم قیامش بر مدعای ما کرده بودیم تا تقویه ادعای ما را بکنه. امروز هم با مثل سابق استدلالات از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و از افعال صحابه کرام رضی الله عنهم می داشته باشیم. اولین استدلال ما به سنن ابو داود صفحه 113 باب السکتت عند الافتتاح، حدیثی که داری می آورم: حدثنا یعقوب بن ابراهیم حدثنا اسماعیل عن یونس عن الحسن قال سمره رضی الله عنه می فرماید که حفظت السکتتین فی الصلاة، ما دو سکته را به حفظ دارم در نماز. سکتة اذا کبر الامام حتی یقرأ، یک سکته وقتی که امام تکبیر میگه و به قرائت شروع میکنه. حتی یقرأ در اینجا که میگه اذا کبر الامام حتی یقرأ، چون میان در اینجا وقتی الله اکبر گفت، تکبیر گفت، دستار بست، اینجا سکته واقع میشه، چون ثنا گفته میشه. تعوذ و جهر به مذهب ما دو هم با معذرت تعوذ و بسم الله دو هم جهر نمیشه، این سکته اولی هست. بعد می فرمایه که و سکتتا اذا فرغ من فاتحة الكتاب، و سکته‌ای که اذا فرغ وقتی که امام فارغ شود از فاتحه کتاب، یعنی الحمدلله را که خواند در او وقتی که فارغ شد، این سکته را هم به یاد دارم. ما از وجه استدلال ما از اینی قسمت هست که سکته‌ای که وقتی امام فارغ میشه در فاتحه اینجا سکته میکنه، چون آمین را به خفیه میگه، سکته لازم میشه. و سورة عند الرکوع، و دیگه ای که در وقت رکوع هم میره و دیگه سکته الله اکبر گفته، اینجا هم یک سکته میآیه. قال باز گفت که فانکر ذاک علیه عمران بن حسین. عمران بن حسین وقتی که این گپ سمره رضی الله عنه گفت، عمران بن حسین انکار کرد. خب باز چی کردن؟ قال فكتبوا في ذلك الى المدینه الى ابی، با مدینه منوره نوشته کردن، با ابی ابن کعب خط نوشته کردن که سمره رضی الله عنه چنین می فرماید. باز فصدق سمرته، با ابی ابن کعب تصدیق سمره را کرد، گفت که قول سمره هست. به می شکل امی استدلالات یا امی احادیث سنن دارقطنی امام حافظ علی بن عمر دارقطنی هم آورده. مجلد اول کتاب است، صفحه 466، نمبر حدیث در کتاب ما 1260 است. البته قبلش هم به می شکل امی الفاظی که قبلا خواندم، فصدق سمرته، این نمبر حدیث 1259 هست. و ما بعد از 1260 حدیث ما برایتان می خوانم. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا حشیم عن یونس بن عبید عن الحسن عن سمره. یما سمره رضی الله عنه، راوی حسن رضی الله عنه. می فرماید که انه کان اذا افتتح الصلاة، بود که سمره رضی الله تعالی عنه وقت شروع بر نماز می کرد، سکت هنیئتا، بسیار یک سکته می کرد. و اذا قرأ،
وقتی که قرائت می کرد کجا را؟ ولا الضالین که می گفت سکت سکتتن، در اینجا هم یک سکته می کنه، یعنی سکته می کرد. فانکره، انکار کرده شد بالایش. فانکر ذالک، انکار کرده شد بالایشی فعلش که چرا می کنه. فکتب فی ذالک الی ابی بن کعب، در این میان بود که با ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه اینا خط نوشته کردن که چگونه است. فکتب، پس ابی بن کعب چه نوشته کرد؟ ان الامر کما صنع سمرة، سخن یا کار یا فعل چنانی که سمره رضی الله عنه انجام می‌دهد است. در ما قبل دوستا که حفظت سکتتین من رسول الله صلی الله علیه و سلم، در لفظ ابو داود به این شکل وجود نداره، اما در لفظ سنن دارقطنی حدیث مرفوع به این شکل گفته که حفظت من رسول الله سکتتین فی الصلاة، ما از پیامبر علیه السلام دو سکته را در نماز به یاد دارم. و حدیثی است که نقل جهت رفعیت میکنه که ما از پیامبر علیه السلام به یاد دارم. و حدیثی که ما بعد بیان کردم، این حدیث فعل خود سمره رضی الله عنه را نشان میده که خودش در نماز دو سکته میکرد، صحابی است و باز ای را به صحابی دیگرم روان کرده، ابی بن کعب خط روان کردن، او هم تصدیقش کرد. این استدلال ما در این مورد در اینجا. البته سنن ابو داود تقریبا 4 5 یا 6 احادیث و می منوال در این مورد روایت کرده که سکته امام به اینجا تعلق میگیره. حال فعلا یک استدلال دیگرم میکنیم از فعل عمر رضی الله عنه و علی رضی الله عنهما که خلفای راشدین در این مورد چه معمول عمل داشتن، آیا با آمین اخفا می کردن یا جهر می کردن، چگونه بود عملشان، او را هم بیان می کنیم. اعلاء السنن مجلد دوم صفحه 250 هست. حدثنا ابو كريب حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي سعيد هو ابو سعد البقال البته عن ابي وائل لم يكن عمر وعلي يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين. نبودن عمر رضی الله عنه و علی رضی الله عنه کی ناجهر بکنن به بسم الله و به آمین، یعنی جهر نمی کردن. پس که جهر نمی کردن تخفیف بود، اخفا می کردن، خفیه می گفتن. ابن جریر طبری در تهذیب الآثار ای را روایت کرده. پس دوستای عزیز، ای هم استدلال ما که در این مورد از عمل حضرت علی و عمر رضی الله عنهما کردیم. استدلالا بیشتر است، بعضی از استدلالات را انشالله به درس بعدی برایتان می نماییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.